چون صبح کردی منتظر شام مباش. گویا تنها امروز زندگی خواهی کرد، نه دیروزی که با خوب و بدش تمام شده و نه فردایی که هنوز نآمده است. امروز فقط روزی توست. عمر تو فقط یک روز است. گویا امروز به دنیا آمده ای و امروز خواهی مرد. توجه و تلاش خود را فقط صرف امروز بگردان. پس امروز باید نماز درست و خاشعانه بخوانی و با تدبر قرآن را تلاوت کنی. با حضور دل به ذکر بپردازی، کارها را سنجیده انجام دهی، اخلاق زیبا ارائه نمایی، با تقدیر و قسمت خویش راضی باشی، به ظاهر خود توجه نمایی و به جسم و تن خویش اهتمام بورزی و به دیگران فایده برسانی. امروز نهال خوبی و کارهای زیبا انجام بده. از پروردگارت آمرزش بخواه و پروردگارت را به یاد آور و برای سفر از این جهان خودت را آماده کن. بدین طور امروز با شادمانی و سرور و در امنیت و آرامش زندگی بسر می نمایی و از روزی و همسر و فرزندان و شغل خود و خانه و دانش و جایگاه خود راضی خواهی بود. یک جمله باید بر لوح قلبت نقش ببنده. این جمله را در دفتر خود با حرفهای کلان بنویس و آن اینکه امروز شاید آخرین روز زندگیم است. در این صورت خواهی گفت امروز باید سخنان درست به زبان بیاورم. پس سخن بیهوده و ناسزا و غیبت به زبان نمی آرم. فقط امروز زندگی می کنم. پس می کوشم رفتار و سخنان و عملهای سنجیده و درست از من سر زند. تنها امروز زنده هستم. پس در عبادت پروردگارم و خواندن نماز به کاملترین شکل تلاش می کنم و سعی می نمایم با خواندن نمازهای نفل توشه برای آخرت خود بیندازم. زندگی من فقط امروز است. پس نهال فضیلت و خوبی را در قلب خود می کارم و درخت بدی را به همراه شاخه های خاردارش که کینه و خود بسندی و ریا و بدگمانی است از ریشه باغ دلم دور می آورم. فقط امروز زندگی خواهم کرد. از این رو به دیگران فایده می رسانم و به مردم نیکی می کنم. به عیادت بیمار می روم و گرسنه خوراک می دهم. مشکل کسی را حل می کنم. در کنار ستم دیده می ایستم و او را زیر چتر حمایتم قرار می دهم. با انسان مصیبت زده و رنج دیده همدردی می کنم. به عالم و دانشمند احترام می گذارم. دست شفقت و مهربانی بر سر یتیمان می کشم و کلان سالان را گرامی می دارم. ای انسان، تنها امروز از آن توست و در فرهنگ خوشبختی این زیباترین واژه برای کسی است که زندگی را در زیباترین و درخشنده ترین صورت آن می خواهد.